داخل این ویدیو میخوایم به ربات‌های صرافی‌ها بپردازیم، ببینیم ربات‌های معامله‌گرشون چه وضعیتی دارن، خوبن، بدن و وین ریتشون چجوری هست. حتما همراه باشید. سلام به ایردراپ پرو، خیلی خوش اومدید. من محسن ثقفی هستم و داخل این چنل موضوعات مربوط به ارز دیجیتال رو بررسی میکنم. منابع ایردراپ، NFT ها، استراتژی ترید، ایندیکیتورها و راستی آزمایی‌ها و خیلی از مسائل دیگه که داخل پلیلیست ها طبقه بندی شده. خب دوستان، داخل این ویدیو قراره که به یک سری ربات‌های معامله‌گری که تو صرافی‌ها هستن بپردازیم. من بینگیکس رو مثال میزنم و میشه تعمیمش داد ربات‌های دیگه صرافی‌ها. من چند تا عملی داخلشون چند تا سرمایه گذاری کردم و تاریخچه‌شون می‌خوایم ببینیم و یک سری موضوعات رو با شما در میون بذارم باشد که کمکی باشه برای افرادی که تازه با این موارد مواجه میشن و یک تجربه‌ای رو داشته باشید. خب دوستان، با صرافی بینگیکس آشنا هستید، توضیحی راجبش نمیدم. آخر ویدیو من یه چند تا نکته از صرافی هستش که باید بهتون بگم، هم حجم معاملاتش، قوانینش خیلی جالبه، ولی اول کانتنت اصلی رو پیش ببریم و آخر ویدیو اونها رو خدمتتون عرض میکنم. خب دوستان، من قبلا راجع به معامله‌گرهای تقلیدی و کپی ترید صحبت کردم و توی همون معرفی صرافی و بهتون گفتم که چه خطراتی داره، تجربه خودم چی بود از کپی تریدم تو بای بیت و یه موضوعی رو خواستم تست بکنم. خیلی چیزا اگه ندیدین حتما ببینین اون توضیح صرافی بینگیکس رو، یه جایش واقعا ممکن نجاتتون بده از مواردی که چجوری کپی ترید رو معمولا انجام میدن. تازه اون بای بیت بود و گفتم که نکنید این کارو، خیلی خطراتش رو بهتون گفتم که اگه ندیدین حتما اون ویدیو رو ببینید. الان میریم سراغ معامله‌گرهاش. خب داخل این صرافی 3 تا ربات معامله‌گر هستش که فیوچرز ترید میکنه، اثبات ترید میکنه و اثبات گرید بی‌نهایت که جدید آورده و اینها رو ببینیم به چه حالتی هستش. خب شما میتونید که ارزتون رو انتخاب کنید. به عنوان مثلا روز USDT و میگین که با چه مبلغتون رو انتخاب میکنید و میگین که با اهرم 20 واسه من فیوچرز کار کنید. خودش میره، اگه سلاد مثل لانگ میگیره، شورت میگیره و میتونید حد ضرر براش بذارید 25%، 10%، 5% و یا 7% یا 6%، هر چیزی که خودتون سلام میدونید و بره براتون فیوچرز کار کنه. حالت دستی هم که داره که اصلا پیشنهاد نمیشه. حالا میرسیم خودکارش هم بهتون میگم چه خبریه که خودش بره فیوچرز کار کنه که اصلا دستیش که هیچی. حالا خودکارش رو دیدین چی کار میکنه، حالا بعد به دستیش هم میپردازیم و از این جور مسائل هستش. اثباتش هست، اثباتش هم میتونید بگین که برای من بیت کوین رو اثبات ترید بکن، کف خر سقف بفروش و اثبات گرید بی‌نهایتش. خب دوستان، من چند تا سرمایه‌گذاری تو فیوچرزش کردم، داخل اثباتش کردم و بریم تاریخچه‌ش رو ببینیم. فقط دوست دارم که همون صحنه‌هایی که من دیدم براتون تک تک بیارم که اول چیکار کردم، چقدر سود داد، بعد چی شد. خب دوستان، اولین باری که من داخل این ربات رفتم گالا رو انتخاب کردم و با اهرم 5 $70 بهش دادم و گفتم فیوچرز کار کن و حد ضرر رو گذاشتم 25%. اصلا برام مهم نبود، میخواستم ببینم چیه و $70 بهش دادم تو مدت 16 ساعت و 55 دقیقه، یعنی تایم کمی هم نبود. 16 ساعت برای من 29 تا پوزیشن باز کرد که هر کدومش رو ریز میشد دید، شورت، لانگ و همش روی یک مقدار مشخصی سود، همینجور که میبینید مثل هم بست و حدود 1% که خیلی درصد زیادیه توی 16 ساعت روی سرمایه من سود آورد. خیلی جالب بود، خیلی خوب بود. و یه چیزی بگم، من داشتم اون موقع که نگاه میکردم، اگه خب بدونید که با $70 لوریج 5 این مقدار سود، یعنی خیلی کم رفته اون پوزیشن خورده و بسته، ولی 1%، 2% میرفت تو ضرر، ولی در هر صورت جمعش میکرد و تو سود میبستش و نقطه ورود من هی تغییر میکرد، انگار تونتون داشتش میانگین میزد و آربیتراژ نوشته که من فقط فکر میکردم رو USDT رو دلار این کار انجام میدن و یه چیز این شکلی بودش. خب این پوزیشن رو کنسل کردم، سراغ یکی دیگه شون رفتم که الان براتون نشون میدم.
بعدش رفتم کوین روز رو انتخاب کردم و گفتم داری تو که تو 16 ساعت 2% سود میدی. لوریج رو 18 کردم، تو 6 ساعت به من 23 صدم درصد سود داد. خیلی زیاد بود و همونجور که یه دونه پوزیشن اینجا بیشتر باز نکرد و گفتم اوکی. یک گالان باز کرده بودم با لوریج 18، دیدم یکیش لانگه یکیش شورته و یه ذره پنیک کردم، دوتاش دو سود بستم و این از این بود. بعدش رفتم داخل اینچ باز کردم. داخل اینچ پوزیشن رو باز کردم و 22 ساعت و 16 دقیقه که واقعا تایم کمی نیستش، با لوریج 17 $64 با 10% حد ضرر به من 2% سود داد داخل 22 ساعت. خیلی خوب بود، واقعا باور نکردنی بود و خیلی داشتش ربات فوق العاده عمل می‌کرد، یه دونه حد ضرر هم نداشتش و همینجوری داشت میزدش. خب واقعیت خوشحال بودم. یه 2 روز بودش همینجوری 2% داشتش سود میومد. میگفتم واقعا این رباتش چیکار دارن میکنن، چقدر خفنن، همینجوری تا 3% هم تو ضرر میره و تو سود به هر حال قضیه رو جمع میکنه و میبنده. تا اولین حد ضررم خورد تو 23 ساعت همینجوری داشتش، همینجوری که میبینید تو همون مقدار مشخص سود میکرد و یهو حد ضرر خورد. من حد ضررم رو 6% گذاشته بودم و این ربات اصلا نمیرفت خیلی پایین و اگرم رو 6% نمیذاشتم دوستان گالا ریختش. یعنی یه دونه خبر اومدش گفتن گالا مثل این که هک شده، یه خبر این شکلی پیچید و نزدیکای 20% بیشتر گالا ریخت یهو و اولین حد ضررم خورد $4 و روی همون $66 که من همیشه میذاشتم. یعنی این 2-3 روزی که من سود داشتم میکردم با هم دیگه نگاه بکنیم، گالا باز بود و روز هم 5% خورد، 5% گذاشته بودم و این هم به من ضرر زد. یعنی خوب شد که رو 5% گذاشته بودم چون خیلی بیشتر از اینا ریخت. و این رو بهتون بگم که این ربات فیوچرزش همونجوری که میبینین توی این چقدر بود، 16 ساعت 6 ساعت و 22 ساعت، یعنی این 2 روز 3 روزی که سود داد به من رو که بودش $1 و 30 سنت، این $2 و نزدیکای $2.5 یه مقدار کمتر که به من سود داده بود، توی حد ضرر $4 خورده ای رفت. تو حد ضرر بعدیش که اینا با هم دیگه بودن اشتباه تشخیص داده بود، $3 خورده ای رفتش. حالا من این مبلغو تستی گذاشته بودم ولی نزدیکای $7 و 30 سنت رو 2 تا حد ضرر رفت. حالا تو هر معامله‌ای که می‌بینین اینجا مثلا توی این 9 تا پوزیشن باز کرده، داخل این 29 تا پوزیشن باز کرده، وین ریت بسیار عالی، اکثرا داره سود میشه. ولی وقتی که ضرر بشه درست حسابی ضرر میشه. یعنی شاید اون مبلغی که سود میده شاید یک مبلغ خیلی درصد خیلی کمی از پولتون باشه ولی بخواد حد ضرر بزنه میزنه 6-7% میزنه، شاید لیکوید بکنه. چون که این پوزیشن گالایی که حالا بسته شد ولی لانگ بود رو حالا بعدم تو 6% خورده ای بستش برای من، ولی گالا خیلی بیشتر از این ریخته بود اون موقع و امکان داشت همین جوری بره پایین و پایین و پایین‌تر. اینجوری حالا یه دونه نذاشتم، یه دونه قیمت که حالا شاید بذارم که براش مثلا حد ضرر نذارم ببینم میتونه جمع کنه نمیتونه جمع کنه. ولی خواستم بهتون بگم که اینجاهای ماجرا من خیلی خوشحال بودم، فکر می‌کردم الان یه ربات خیلی خفنی داره و پیداش کردم و داره تو کمتر از یه روز 2% به من سرمایه‌ام سود میده. ولی بعد دیدم که حد ضررش خیلی وحشتناکه و اگه حالا به این اولای من رسیدین و اینجا داشتین سود می‌کردین، یهو مثلا یه مبلغ خیلی زیادی رو نبرین تو ربات که همینجوری سود بده و یهو ضرر میزنه. یعنی این رباتای صرافی‌ها یا اکثر رباتایی که بیرون هستن من دیدم مثلا وین ریت 90% دارن، 98%، 99%، ولی اون 1%ش یه ضرر عظیم بهتون میزنه. یعنی ممکنه پولتون رو نصف بکنه. چون که همین پوزیشنایی که باز میشد من داشتم نگاه میکردم خیلیش تا 4.5% منفی میشد و تو معاملات ریز میکرد، میانگین میزد، دقیقا نمیدونم چی کار میکرد ولی نقطه ورود منو هی عوض میکرد تا دو سود میبستش. یعنی اگه حد ضررای 1% اینام بذارین که درجا اصلا همون حد ضرر میخوره. خواستم بهتون بگم آشنایی داشته باشین. این ربات ها معمولا این شکلی هستن. اثباتش هم رفتم
و اثباتش حالا خودم بستم، خواستم ببینم چقدر سود میده، ولی جزئیاتش داشت به من خیلی مبلغ کمی میداد. من $40 گذاشتم CH3 و یه مبلغ خیلی خیلی کمی داشت به من سود میداد، ولی خب تو 15 ساعت اینقدر به من سود داده بود 7 سنت. ولی خب خود CH3 قیمتش از اون نقطه‌ای که خریده بودم میرفت پایین، دوباره ضرر میشد میرفت بالا و یک وضعیت این شکلی برای اثبات بی‌نهایتش هم بودش. خواستم تجربه‌مو راجع به این ربات‌های صرافی بهتون بگم و حالا کسایی که باش مواجه میشن بدونن که آقا به چه حالتی هستش. تجربه‌ام در اختیارتون گذاشته باشم که شاید کمکی کرده باشه بهتون، چون که اون موقع داشتم سود می‌کردم خیلی خوشحال بودم و میگفتم چیز خوبی پیدا کردم، ولی به این حالت شدش. خب دوستان، نکته دیگه از محتوای این ویدیو باقی نمیمونه. 2 تا چیز دیگه من مربوط به صرافی رو به خدمتتون بگم، چون که من صرافی که داشتم معرفی میکردم قوانین صرافی رو حالا بعدش تو کامنت پین کردم ولی نشون نداده بودم و همونجوری که میدونید من اصلا داخل صرافی بینگ ایکس با فیلتر شکن نمیرم، با IP ایران همینجوری، یعنی همیشه فیلتر شکنم روشنه. میخوام برم صرافی ترید بکنم فیلتر شکنم خاموش میکنم و داخلش میرم. قوانین وبسایت رو نشونتون نداده بودم که انتهای این ویدیو در حد 2-3 دقیقه بهتون نشون میدم و حجم معاملاتش نشون میدم و ویدیو به اتمام میرسه. خب دوستان، من صفحه قوانین صرافی رو داخل ویدیو معرفی صرافی فقط تو کامنت پین کردم، داخل ویدیو نگفتم، ولی خب این رو هم بهتون بگم که چون که هر دفعه با IP ایران میرم و این موضوع رو میگم، اینجا صفحه قوانینش هست، داخل همون ویدیو صرافی هم دوباره پین شده و کشورهایی که ممنوعن داخل این صرافی رو اینجا نوشته: افغانستان، بلاروس، گینه، لیبی، لبنان، سریلانکا و اینجا لیست کرده و داخلش ایران نیستش. 4 سال بیشتر صرافی هستش و ترجمه شده است، پشتیبان فارسی داره و با ایرانی هم مشکل نداره و با IP ایران هم مشکلی نداره. اینو جادش بهتون بگم که صفحه قوانین وبسایت قوانین صرافی رو هم پین کردم، اگه ندیدین ببینین، چون خیلی دوستان گفتن که خب چرا نمیگی که من خوندم که مثلا با ایرانی‌ها مشکل داره، شاید مثلا سرمایه‌اش مشکلی پیش بیاد، که خواستم قوانین صرافی رو هم بهتون نشون بدم. با پشتیبانش هم حرف زدم، گفتم با ایرانی‌ها مشکل داریم، گفت نه، گفتش نه که این صفحه قوانینش رو نشون داد و گفت اگر خلاف قوانینمون نباشه مشکلی ندارم. و یه چیزی هم بهتون بگم دوستان، شما وقتی داخل یک صرافی هستین که یک سری قوانین داره و اون قوانین رو تخطی کنید میتونه مجازاتتون کنه. یعنی اینکه بگی من ایرانی اصلا راه نمیدم، ولی شما بری و ایرانی باشی و بفهمه، میتونه پولتو بلاک کنه، پولتو نده، پولت اذیتت بکنه، واقعا یعنی واقعا پولتو بد نده، حسابتو مسدود کنه و خیلی از کارهای دیگه. چرا؟ چون که قوانینش رو زیر پا گذاشته. این صرافی فعلا قوانینش رو زیر پا نذاشت، یعنی حالا شاید این صفحه آپدیت بشه همونجوری که زیرش نوشته و بگه که با ایرانی‌ها مشکل دارم، ولی وقتی که به عنوان مثلا من واردش شدم از قوانینش تخطی نکردم. تجربه نشون میده توی فارکس هم روی یه دونه بروکر بودم و اون هم با ایرانیش مشکلی نداشت. بعد یه مدت گفتش که ایرانی‌ها برن، ما قوانینمون اجازه نمیده دیگه، عوض شده قوانینمون. همه ایرانی هیچ کی مشکلی دیگه نداشتش، گفت 2 هفته الی 3 هفته فرصت دارین که حسابتون رو منتقل بکنین. تایم داد، حتی یه بروکری پیشنهاد داد که اگه ایرانی هستین اینجا برین، این بروکر مشکلی نداره و به خوبی و خوشی برداشتیم رفتیم یه جای دیگه و حسابمون رو مسدود نکردن پولمون رو بردارن، چون که تو ثبت نامش قوانینشون رو تخطی نکرده بود و این هم فعلا قوانینش رو تخطی نکردیم. این بودش که جا مونده بود از صرافی من خدمتتون بگم. مورد دومش هم که توی کوین مارکت کپ، من حالا تو ویدیویی که معرفی منبع ایردراپ بود گفتم حجم مبادلاتش خیلی زیاده، یعنی از بای بیت هم بیشتره، رتبه 18 تو فیوچرز و حجم مبادلات خیلی بالایی داره. و یه چیزی داخل چارت بهتون نشون بدم، چون که حالا من داخلش ترید میکنم و بهتون بگم که داخل بعضی از آلت کوین ها از بایننس بهتره. اگه چارت رو بهتون نشون ندم هیچکی باورش نمیشه، خودم هم باورم نمیشدش. داخل چارت ایندیکیتورمو وردارم، به عنوان مثال من اینچ رو بهتون نشون بدم. چارت بایننسش تو 3 دقیقه اگه ببینید این شکلیه، یا تو 1 دقیقه میبینید چقدر گپ داره. اینجا بایننس دوستان، کم جایی نیستش، این شکلیه. توی بینگ ایکس
چارت بازم بهتره. یعنی این بینگ ایکس 3 دقیقه و این بایننس خیلی برام جالب بود، نمیشد نگم بهتون. و اینم هست. حالا بماند که بایننس تو تریدینگ ویو پرپچوال نداره، البته بینگ ایکس هم پرپچوالش نیست، بای بیتی که همیشه اینقدر خوبه. ولی به هر حال خواستم این رو هم بهتون بگم که حجم معاملات منطقی داره، رتبه‌ش هم تو کوین مارکت کپ قابل قبوله. و این بودش آخر هر ویدیو. معمولا من یک سری صحبت این شکلی جا مونده ویدیوها، یه سری بخوام بگم معمولا اگه چک بکنین همیشه این کار انجام میدم. و داخل یه ویدیوی بعدم آخر ویدیو چیز خیلی جالبی بهتون میگم. خیلی ممنون که داخل این ویدیو رو تا اینجا تماشا کردید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. امیدوارم تیمتون همیشه پرپول باشه. بدرود.